با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. امروز خدمت شما هستم با معرفی یک نرم افزار برای بروز رسانی درایورهای سخت افزاری شما. حتما با این مسئله مواجه بودید که یک ویندوزی رو نصب میکنید روی سخت افزار شما، چه لپتاپ باشه چه پیسی از نوع دسکتاپ باشه یا حالا هر چیز دیگه. یک ویندوزی رو، یک سیستم عاملی رو روی سیستمتون نصب میکنید و بعد از اون با مشکلاتی مواجه هستید. روند بهترش این هستش که شما بعد از نصب یک سیستم عامل حتما از سایت خود همون کمپانی که شما دستگاهش رو دارید درایورهای مربوط به سخت افزار رو از داخلش دانلود کنید و دونه به دونه نصب کنید. خب این روزا ما با توجه به تحریم هایی که هستیم یه خورده سخته که بیایم از سایت سازنده دونه به دونه درایورها رو بخوایم دانلود کنیم و اینکه اونا رو نصبش کنیم و مطمئن باشیم که همه درایورهای ما بروز هست و همشون نصب هستن. من یک نرم افزاری رو خدمت شما معرفی میکنم که بسیار کاربردی هست و مشکل همه ماها رو تو این زمینه کاملا برطرف میکنه. نرم افزاری که من خدمت شما میخوام معرفی کنم از شرکت بسیار بزرگ آیوبیت هستش. ما وارد سایت iobit.com میشیم. از قسمت درایور آپدیت، تب درایور آپدیت، بر روی درایور بوستر فری کلیک میکنیم. این نسخه فری هستش. نسخه پولی و لایسنسیش هم به اسم درایور بوستر پرو هستش که میتونید این رو هم دانلود کنید. خب من حالا برای ابتدای کار و آموزش همین نسخه فری رو دانلود میکنم و اون رو نصبش میکنم. کافیه که بر روی آیکونش کلیک کنیم و هدایت میشیم به صفحه بعدی و با زدن دکمه فری دانلود اون رو دانلودش میکنیم. خب در اینجا نرم افزار من دانلود شده و قصد دارم که نصبش کنم. اکسپتش میکنیم. خب نرم افزار ما نصب شده. میریم که تستش کنیم. خب دوستان عزیز، پس از باز شدن نرم افزار ما چنانچه بر روی اسکن کلیک کنیم به صورت اتوماتیک میگرده و کلیه درایورهایی که بر روی سیستم ما نصب هست و حتی اونهایی که نصب نیست رو پیدا میکنه و برای ما لیستش میکنه و در اینجا میتونیم مشاهده کنیم که الان بر روی دستگاه من چه درایورهایی نصب هستن و نیاز به آپدیت دارن.
از این قسمت هم کاملا مشخص هستش که یک سری از درایورهایی که بر روی سیستم من هستن آپدیت هستند. خب من اونهایی که میخوام رو تیکش رو میزنم و بر روی آپدیت ناو کلیک میکنم. اوکی. کمی زمان میدیم تا اینکه بگرده و از مخازن خودش و مخازن مرتبط اون درایورها رو شناسایی کنه و برای ما دانلود کنه و سپس برای ما نصبش کنه. کمی باید توی این مرحله منتظر بمونیم. خب همونجور که مشاهده میکنید درایورها آپدیت شدن و به پایان رسید نصب درایورهای سخت افزاری سیستم ما با استفاده از نرم افزار درایور بوستر. بسیار نرم افزار خوب و منطقی هست. توی این شرایط پیشنهاد من این هستش که حتما برای بروزرسانی و نصب درایورهای سخت افزاری سیستم های خودتون از این نرم افزار استفاده کنید. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه و ما رو حمایت کنید. متشکرم. خدا نگهدار.